آیا بالاخره ما با این همه داستانایی که داشت توی صرافی بینگ ایکس بمونیم یا نمونیم؟ نگاه کنیم موضوع خیلی ساده است. بحث تحریمه و احراز هویت هم میشد انجام داد. یعنی شما میتونستید با کارت ملی خودتون احراز هویت بکنید و تیک سبز بگیرید. منوش هم فارسی بود. خیلی اپلیکیشن خوبی بود و اینکه میشد حتی به تریدینگ ویو هم وصل شد. خب توی این ویدیو میخوام صحبت کنم در رابطه با صرافی بینگ ایکس که آیا بالاخره ما با این همه داستانایی که داشت توی صرافی بینگ ایکس بمونیم یا نمونیم. نگاه کنیم موضوع خیلی ساده است. بحث تحریمه. هر صرافی جدید دیگه‌ای هم که بیاد بعد از این که بخواد اون مراتب تاییدیه‌های رسمی خودش رو بگیره برای ارتقای جایگاه خودش، قطعاً به این در بسته میخوره و مجبور میشه یک جایی برای ایرانی‌ها محدودیت‌های رو قائل بشه. برای اینکه شما بتونید در بازارهای مالی ترید بکنید، یکی از سایت‌های خوب سایت بینگ ایکس بود. چرا که هم بحث جفت ارزهای فارکس رو پشتیبانی میکرد، هم کمودیتی‌ها رو و همچنین که بازار ارز دیجیتال هم ساپورت میکرد و احراز هویت هم میشد انجام داد. یعنی شما میتونستید با کارت ملی خودتون احراز هویت بکنید و تیک سبز بگیرید. منوش هم فارسی بود. خیلی اپلیکیشن خوبی بود و اینکه میشد حتی به تریدینگ ویو هم وصل شد. برای این خیلی محبوب شد. زمانی که بایننس و کوکوین و اینها همه ایرانی‌ها رو تحریم کردن، این بینگ ایکس خیلی محبوب شد. ولی چند تا باگ مهم داشت. یکی اینکه اولا از مشخص نبود بیس این صرافی کجاست، مالکش کیه و چجوری داره این امکانات رو به ایرانی‌ها بدون مشکل میده. حتی واریز تومانی هم توی این اپلیکیشن جدیداً به وجود اومده بود که این ابهام رو به وجود آورده بود که این اصلا شاید عوامل در واقع ایجاد کننده این صرافی ایرانی هستند که انقدر خوب و راحت دارن به ایرانی‌ها خدمت میدن، که البته هنوز مشخص نشد که این واقعا این صرافی کجا هست و در واقع چجوری داره اینقدر خوب به ایرانی‌ها خدمات میده. ولی الان که بالاخره قوانین بین‌المللی دسته‌باگیرشون شده و ایرانی‌ها رو تحریم کردن، شما باید به این نکته توجه بکنید. این نکته خیلی خیلی مهمه. توی صرافی و بروکری کار بکنید که حداقلش ایرانی‌ها رو تحریم نکرده باشن. وقتی ایرانی‌ها رو تحریم بکنن، خیلی باگ بزرگی. شما حتی اگه با فیلتر شکن هم بخواید اون تحریم‌ها رو دور بزنین، ممکنه که بعداً تو واریز و برداشتشون مشکل بخورید. الان خیلی گزینه‌های دم دستی تری دیگه‌ای هم هستش که شما به جای از بینگ ایکس بتونید ازش استفاده بکنید. توجهتون رو جلب می‌کنم به صرافی والکس خودمون که ایرانی هستش و کارگزاری در واقع لایت فارکس. چرا باید از این استفاده بکنیم؟ اولندش که توی ارزهای دیجیتال شما هیچ وقت ما توصیه نکردیم، یعنی از قدیم هم ویدیوهای قدیمی رو نگاه کنید، هیچ وقت توصیه نکردیم بیشتر از اهرم 4 و 5 استفاده بکنیم. به خاطر نوسانات شدیدی که توی بازارهای ارز دیجیتال وجود داره، هیچ وقت توصیه نکردیم از اهرم‌های سنگین استفاده بکنیم. نهایت اهرمی که توصیه می‌کردیم اهرم 5 بود. خب الان جدیداً صرافی ایرانی همشون معاملات تعهدی یا همون اهرم‌دار خودمون رو هم یا همون فیوچرز رو هم قابلیتش رو تونستن مجوزهاشو بگیرن و دارن و شما همین کار رو میتونید توی صرافی والکس انجام بدید. دومین نکته‌ای که بارها در رابطه باهاش صحبت کردم، ترید معاملات فیوچرستون رو روی ارزهای نامعتبر انجام ندید، روی ارزهای ناشناخته انجام ندید. این پتانسیل رو هم الان صرافی والکس داره که ارزهای معتبر رو برای شما، قابلیت معامله فیوچرز رو برای شما باز کرده. شما میتونید ارزهای ناشناخته جدید رو در بازار اسپات ترید بکنید، هولد بکنید و از نوساناتش استفاده بکنید و ارزهای به درد بخورم معاملات تعهدی براتون باز هست و تا ضریب 4 هم میتونید در واقع توش معاملات فیوچرز انجام بدید. و همچنین که شما میتونید از قابلیت‌های وی آی پی که مثلا اپلیکیشن و صرافی بایننس به کاربران وی آی پی در اختیارش میذاشت وام میداد، شما الان میتونید ازش وام هم بگیرید. از والکس تا 10 برابر موجودیتون میتونه به شما وام بده و این امکانات برای کاربران ایرانی خیلی خیلی دم دستی و خیلی خیلی راحته. یعنی خیلی شما راحت با یک احراز هویت ساده از یک سایت تماما ایرانی که پشتیبانیش کاملا ایرانی است میتونید همه این امکاناتی که سایت‌های خارجی دارن رو استفاده کنید. پس اصلا لزومی نداره که شما برای ترید در ارزهای دیجیتال به صرافی خارجی مراجعه کنید. شما میتونید صرافی ایرانی والکس استفاده کنید که پیشنهاد اول و دوم و سوم من صرافی والکس هست. برای بحث ترید در فارکس هم باز هم اینجا نیاز نیست که شما به بینگ ایکس مراجعه بکنید. گفتم موضوع تحریم موضوع خط قرمزه. وقتی که بحث تحریم به وجود میاد دیگه شما
نباید وارد اون صرافی بشین، حتی با فیلتر شکن و با آی پی ثابت. الان کارگزاری لایت فارکس ایرانی‌ها رو تحریم نکرده. اگر سایتش برای شما باز نمیشه به این خاطره که ایران اون رو فیلتر کرده که شما با یه فیلتر شکن راحت، ساده و رایگان هم میتونید سایت رو برای خودتون باز بکنید. اگر اپلیکیشنش رو نصب کنید، اگر متاتریدر نصب کنید که اصلا فیلتر شکن هم نمیخواد و اون سایت رو بدون فیلتر شکن هم براتون باز میکنه. توی پست‌های قبل‌تر به صورت خیلی خیلی ویژه روی این موضوع صحبت کردم، حدوداً 15 دقیقه صحبت کردم در رابطه با سایت لایت فارکس، مزایاش و قابلیت‌هایی که داره و اینکه چجوری باید ازش استفاده بکنید. میتونید اون ویدیو رو ببینید و همچنین اگر اطلاعات کاملتر و جامع‌تر و نکات خیلی فنی خوب رو میخواید که یاد بگیرید، یک ویدیوهای رایگان 2 ساعته کلا 0 تا 100 فارکس رو من تو اون ویدیو کامل توضیح دادم. اگر فکر میکنید اطلاعاتتون در رابطه با بازار فارکس کافی نیست، اون ویدیو هم میتونه خیلی به شما کمک بکنه. پس در نتیجه برای ترید در بازار فارکس کارگزاری لایت فارکس رو توصیه میکنم و برای ارزهای دیجیتال صرافی والکس رو. موفق باشید.